سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای ایلام رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. گوشت بامیه، موادش بامیه، گوجه فرنگی، گوشت گوسفند، پیاز، ربه گوجه فرنگی، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. آش ترخینه، موادش ترخینه جامع، لوبیا، نخود، گیاهای معطر، پیاز، فلفل و زردچوبه است. ماسوا، موادش نخود، قور گندم، پیاز، کشک ساییده شده، ماست یا دوغ، سبزی اسفناج، گیشنیز، تره و جعفری، روغن، نمک، فلفل قرمز، زردچوبه و نعناداغ هم برای تزیینه. شعله امیری، موادش ماش، برنج، پیاز، روغن، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، آب، نعنا خشک، پیاز داغ برای تزیینه. خورشت تره کوهی، موادش گوشت گوسفند یا گوشت گوساله، تره، لوبیا سفید یا لوبیا قرمز، پیاز، گرد لیمو، نمک، زردچوبه، فلفل قرمز، روغن، زعفران، سیب زمینی، گوجه فرنگیه. دنده پلو، موادش دنده گوسفند با استخوان، برنج، پیاز، فیل، برگ بو، سرکه سفید، زیره پلویی، دارچین، گیشنیز، جعفری شیوید، زعفران، نمک، فلفل، زردچوبه و روغن کرمانشاهی. گوجه پلو، موادش برنج محلی، عنبربو، پیاز، رب، گوجه فرنگی، پونه کوهی، کره، روغن محلی، نمک، فلفل و زردچوبه است. اکش، موادش برنج، پیاز، آلو بخارا، زردچوبه، میش پلویی، روغن و نمکه. جگرروز، جگر از ترکیب دو کلمه جگر و بز تشکیل شده. چربی نازک و پرده شکل که دور سیرابی و گوسفند قرار میگیره. کباب به دور جگر پیچیده و کباب میشه. کوفته سیرابی و شیردان تمیز شده از یه مخلوط خورشتی، تخم مرغ، پیاز، پودر سرخاری، سیر، حب سیر، زردچوبه، نمک، فلفل، ترخون، جعفری، مرزه، نعنا، ربه گوجه فرنگی، دارچین و پودر گل سرخه. قله ماسوا، موادش کله، پیاز، حبه سیر، نخود نیمکوب، زردچوبه، فلفل سیاه، نمک، کشک و نعنا خشکه. پشکه، موادش آب، ماش، برنج، پیاز داغ، ترک، ادویه، نمک و فلفله. گوجه پونه، موادش گوجه فرنگی، پیاز، ساقه پونه، کره، نمک، فلفل و زردچوبه است. بابا یاری، موادش عدس، روغن، پیاز، ربه گوجه فرنگی، نمک، فلفل، آب گوشت، پیاز داغ، پودر گل سرخ، نعناداغ یا پودر فلفل سیاه برای تزیینه. سختی ایلامی، موادش سیرابی گوسفند، برنج، لپه، گوشت تلخ کرده، سبزی ریحان، ادویه و نمکه. کپه ایلامی، موادش برنج محلی، عنبربو، گوشت تلخ کرده، سیب زمینی، کشمش، پیاز، زرده تخم مرغ، ربه گوجه فرنگی، نمک، فلفل، زردچوبه، سبزی معطر و روغنه. کله کنجی، موادش خرمای خشک و کنجده. برساق، موادش آرد، شکر، روغن حیوانی، بیکینگ پودر، زردچوبه، نمک، شیر، پودر گردو، خشک و پودر شکر، پودر دارچین، رازیان نیمکوب، زرده تخم مرغ و سیاه‌دان است. حلوای بگل، موادش کشک محلی خشک و پودر شده، خرمای بدون هسته، زعفران، روغن حیوانی و کنجده. شلکینه، موادش آرد، زردچوبه، نمک، خمیر مایع، آب، روغن حیوانی و یا شیره خرما یا شیره توته. دوستان مرسی همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.